هلو گایز، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. امروز اومدیم با اولین گیم پلی رزیدنت ایول 4 در این چنل یوتیوبی هید شاپ. خب بچه ها، امروز اومدیم که مرحله اول رزیدنت ایول 4 رو برای شما ویدیو گیم پلیشو بگیریم. اگر بازیشو هنوز نصب نکردید میتونید با ویدیوی قبل آموزش نصب رزیدنت ایول 4 رو روی پی سی های قوی و ضعیف برید نگاه کنید. من الان کامپیوتر خودم رمش 4 AMD X2 و بدون لگ اجرا میکنه بازی و هیچ مشکلی نداره. شما هم اگه سیستمتون در همین حده میتونید این بازی رو بدون لگ اجرا کنید، ولی این نسخه اصلیش و دوبلشه، یعنی با کیفیت اصلیه ولی دوبله فارسی صحبت میکنه اینا. اگه شما بخواید نسخه ریمیک رو با چیهای دیگر رو بریزید که کیفیتش بالاتر باشه، خب یه ذره سیستم های قوی تر میخواد، ولی من چون سیستم قوی نیست زیاد، با همین نسخه اصلی دوبله فارسی شو بازی میکنم. خب الان ما میخوایم اولین گیم پلی رزیدنت ایول 4 رو برای شما ضبط کنم. خب من یه لحظه این چیا رو انجام بدم. بچه ها اگه هنوز چنل رو ساب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم روی آل بذارید و ویدیو رو هم لایک کنید. مرسی. Biohazard 4. الان یک گزینه اضافه کنیم. بچه ها واقعا 1998 هیچ وقت یادم نمیره. همون سالی که اون قتلای وحشتناک در کوههای آرکلی اتفاق افتاد. خبرگزاری های سراسر جهان علت و آزمایش ویروسی توسط تشکیلات دارویی آمبرلا معرفی کردن. یا نسخه فارسی رو که بریزید 2 گیگ و 420 مگابایت فکر کنم. خب الان رفتیم که بازی رو شروع روی پی سی هستیم. الان من صداش رو ببندم که صدای من واضح بیاد. خب من حالا روی یه قسمت ازش رفتم، ولی دوباره میخوام واسه شما ضبطش کنم. استارت. ولی اگر شما این مرحله رو رفتید روی لود میزنید. خب اینجا یه توضیح میده در سال 1998 که ویروس زامبی همه کل کشور پخش کرده و میان با یه بمب اتم این زامبی رو تقریبا جلوگیری میکنن ازش. حالا ما کاری نداریم، میزنیم میره. معذرت میخوام آقا. با دکمه اکسید میزنیم میره. خب اینجا لود میکنه. خب اول شما داخل یک جنگلی هستید با یه اسلحه. ولی برگشتنی پشت داره. بچه‌ها شما مأموریت دارید همه چی رو به راهه؟ بومیایی منطقه علیه منه، باید همشونو بکشیم. من میپره. دختر رئیس جمهور رو از دست یک سری آدم نجات بده. بریم داخل اینجا میره داخل خونه و یه عکسی رو بهش نشون میده، میگه این دختر رو میشناسید و اونها عصبانی میشه باز خبر میده. خب اینجا شما باید یه چند تا تیر بگیرید ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Detrás de ti, imbécil! ولی در بست باید الان بهتون میگم بعد اینجا یه مکالمه میکنم در روزه از چقدر حالا ما کاری نداریم
میره و ما باید بریم طبقه بالا. حالا اینم چک کنیم اگر خشابی چیزی داشت بهمون بده. نه میریم طبقه بالا. توی طبقه بالا یه خشاب تیره اونو بر میداریم، میریم لب پنجره اینتر رو میزنیم میفتیم بیرون از اینجا که شما لود میشید یه پیرمردیه با چند تا عده دیگه که به شما میخوان حمله کنن. اوه بمیر. اوه من ذره خرابه. خب مرد. اینجا اینتر رو میزنیم. خشراب داشت مرسی. بعضی وقتا پول یا سکی و اینا داره که شما میزنید بعد باید بریم. نه فکر کنم باید بریم سمت این خونه. خیلی بازش جالبه. حتما اگه سیستمشو دارید نصبش کنید و بریم توی خونه ببینیم چه خبره. یه خشاب تیره باز. اینا هم میگه که مثلا